نمیده. شما اصلا سر پیاز بود یا ته پیاز؟ دوستان سلام، به یه 60 ثانیه دیگه با من خیلی خوش اومدین. امروز میخوایم حواشی درگیری آیدا و کیمیا به خاطر یاشار و حرفای یاسمن و نازنین بعد از فینال اول عشق ابدی رو بررسی کنیم. پس دکمه سابسکرایب رو بزنید و تا آخر این پستم با من همراه باشید. بعد از ورود آیدا و به هم خوردن رابطه یاشار و آیدا، حواشی این دو نفر به خارج از برنامه هم کشیده شد. چرا که کیمیا و یاشار تحت هیتای شدید قرار گرفتن و شدیداً از طرف مخاطبا محکوم شدن. کیمیا و یاشار که خیلی سریع بعد از کات یاشار با آیدا وارد رابطه شدن، بعد از برنامه افشا کردن که از قبل همدیگر رو میشناختن. گویا جریان از این قراره که یاشار و کیمیا که از قضا هر دو هم شیرازیان قبلا تو دایرکت با همدیگه صحبت کرده بودن و یاشار دورادور خاطرخواه کیمیا بوده. حتی کیمیا برای اثبات حرفش تحت خودش و یاشار رو هم استوری میکنه و میگه ببینید یاشار قبلا از من خوشش میومد، من نمیشناختمش. خود کیمیا هم این موضوع رو تو استوریاش کامل توضیح میده. توضیح بده یاشار چجوری از قبل میشناخته؟ بچه‌ها یاشار منو میشناخت، من نمیشناختم. ما تو یاشار زندگی میکردیم، خب شیراز کوچیکه دیگه. بعد پیج منم پابلیک بود. بعد یاشار یه بار به من تکست میده و من خیلی رندوم جوابشو میدم، با اینکه پروفایلش رو مثلا چک نکردم و یعنی اصلا نمیشناختمش. همینجوری جواب کوتاه دادم تموم شد و اینا. اون منو میشناخت، ولی خیلی جالب بود واسم. و اینکه آره دیگه همین. Crema yogurt, so uniquely delicious, it's Cremalicious. Crema you're craving. اما بعد از این حواشی‌ها و هیتایی که داره به سمت کیمیا میاد، آیدا کیمیا و یاشار رو آنفالو میکنه. این کار عجیب آیدا حتی باعث اعتراض یاسمن هم شد که چرا حالا و توی این شرایط کیمیا رو آنفالو کردی. آیدا در توضیح این که چرا کیمیا و احسان آنفالو کرده تو کانال تلگرامش یه سری توضیحات میده که سریع هم پاکشون میکنه و میگه که من میخواستم از خیلی وقت پیش یه سریا رو آنفالو کنم اما منتظر وقت مناسبش بودم. اصلا یه چیزی بهتون بگم، این فالو آنفالو چیه؟ خدایی اصلا واقعا یه دکمه اصلا حساس نیست تو این چیزا. خدا شاهده یکی رو فالو داری ولی طرف رو مثلا سال به سال میوت کردی، اصلا نمیبینی، اصلا وقت نمیکنی که ببینی، چه میدونم میرون ته. یکی رو فالو نداری هر روز میری چکش میکنی مثلا یه سریا. منظورم اینه که کلا سخت نگیرید، این فالو آنفالو اصلا ارزش نداره خدا. بعدش من خیلی وقت بود می‌خواستم یه سریا رو آنفالو کنم ولی این کار نمی‌کردم. نمیدونم، منتظر بودم که یه سری چیزای اتفاقای دیگه هم بیفته. یعنی دلایل محکمی دارم واسه خودم. بعد دیگه نمیخوام دلایلمو بگم، این لزومی نداره بگم. بنابراین صلوات. بعدش هم مگه من کیم کارداشیانم یا کایلی جنرم که مثلا فالو کردن یا آنفالو کردن یکی انقدر مهم باشه تو پیج من؟ به خدا اصلا مهم نیست، اصلا چیز مهمی نیست. بعدش واقعا یعنی انقدر من قدرت دارم، کیم کارداشیان حالا یکی آنفالو کنه نمیریزن سرش، چرا آنفالو کردی. بعدش هم بچه‌ها یه چیزی بهتون بگم، حالا کسایی که توی یوتیوب و اینا خیلی بیشتر فعالن میدونن. ببین کسایی که توی یوتیوب فن یوتیوبن، در واقع فن یوتیوبران و مدام توی یوتیوب تایم میگذرونن با کسایی که مدام توی اینستاگرام تایم میگذرونن، اینا کلا یکم لایف استایلشون فرق داره. اینو به چش دیدم که میگم. مثلا اگه دقت کنید بیشترین یوتیوبرا که مثلا خیلی فالوور ساب دارن و اینا مثلا خیلی توی اینستاگرامشون فعال نیستن. خب اصلا کلا دو تا فضای جداست واسه خودش و عشق ابدی توی یوتیوب داره پخش میشه. خب یعنی خیلی از کسایی که دارن عشق ابدی رو میبینن معمولا یوتیوب فنن. بعد اصلا واسهشون مهم نیستش که فالو آنفالو کردن و اینا، اصلا واسهشون مهم نیست. مهم محتوایی که از توی برنامه پخش میشه بیرون، مهم اتفاقایی که توی ویلا افتاده. قطعا میتونم بهتون بگم که من هر چیزی رو که پشت دوربین گفتم جلو دوربینم گفتم. اگه جز این بوده با مدرک به من ثابت کنید. من هر چیزی که پشت دوربین بوده جلوی دوربین گفتم، ولا غیره. بعد که اصلا من نمیخواستم راجع به اینا حرف بزنم ولی چون دیگه خیلی میپرسید دارم صحبت میکنم با من. مثلا یه سری گفتن چرا بعد از یه تایمی این کارو کردی و اینا. ببین خب زمانی که تو ویلا بودیم اوکی بود یه سری چیزها، ولی ترجیح میدم بچه‌ها، ترجیح منه. من به عنوان یک انسان حق اینو دارم. نمیگم کسی بده، نمیگم کسی خوبه، میگم دوست دارم کسایی کنارم باشه که مثلا مثل خودم فکر کنن، مثل تیام مثلا میبینید خیلی با هم مچین، مثل موجان، مثل یامور، یا حالا یه سری از دوستای دیگه مثلا صمیمی، مثلا روژان طرز فکرش شبیه منه، مثلا منطقی فکر میکنه. حالا نمیگم من منطقی فکر میکنم، نه بذار اینو نگم، مثلا یکم بیشتر
حس شباهت دارم، یا مثلا عسل، فرناز، میدونی چی میگم. و خب خیلی اتفاقا بچه‌ها افتاد به مثل اینکه برنامه تموم شد، از برنامه حالا یه سری زودتر رفتن، یه سری موندیم، بعد اون کسایی که خیلی زودتر رفتن در اومدیم از برنامه حالا تو روزهای مختلف. خیلی اتفاقا میفته. شما بعد تا قسمت 100 ببینید، ولی دلایلی داشتم که واسه خود من 25-6 ساله منطقی بود و فقط به خاطر احترام به خودم این کارو کردم و به اون خانم یا آقا هم گفتم که دارم این کارو میکنم با احترام. و من واقعا کیم کارداشیان نیستم که حالا انفالو کردن یکی انقدر بتونم تاثیر بذارم رو زندگی طرف. نه بابا، تمام شده رفته، انقدر جدی نگیرید واقعا. از طرفی یاسمن در اعتراض به این حرفای آیدا تو استوریاش در حمایت از کیمیا میگه که آیدا اول آنفالو کرده و آیدا دختر با سیاستیه و از این کارش هدف داشته. سلام بچه‌ها، من میخوام یه صحبتی بکنم راجع به آیدا و کیمیا. کیمیا من گفتش که من نمیخوام وارد حاشیه بشم، اینا حرفی نمیزنم ولی من به جاش حرف میزنم. بچه‌ها خیلی از کیمیا پرسیده بود که کیمیا چرا آیدا رو آنفالو کرده. بچه‌ها کیمیا آیدا رو آنفالو نکرده. آیدا کیمیا رو آنفالو کرده. آیدایی که تا زمانی که نزدیک به کات یاشار از آیدا رسید کیمیا رو فالو داشت و کیمیا اون رو فالو داشت و محض اینکه اون قسمت ها رسید آیدا کیمیا رو آنفالو کرد. به نظر شما چرا؟ و هیچ توضیحی هم نداد راجع به کیمیا. یعنی سیاست خیلی چیز خوبیه. کسایی که میگن ما دوست نداریم کسی هیت بخوره، ما دوست نداریم کسی منفور بشه، وقتی تا روز آخر با اون شخص خوبن، میگن، میخندن، چرا زمانی که دوست دارن چیزی به نفعشون پیش بره هیچ دفاعی، هیچ توضیح، همه اینا به کنار آنفالو هم میکنن که یک موجی رو به یک سمتی بفرستن. خیلی با سیاست، بدون گرفتن هیچ استوری، بدون هیچ توضیحی، میان آنفالو ریموو و بعد میگن نه ما نمیخوایم کسی هیت بگیره، ما نمیخوایم کسی منفور بشه، ما خیلی خوبیم. اینم اضافه کنم، چندین روز یعنی چندین قسمت ها بعد از اینکه یاشار با آیدا کات میکنه، خیلی اوقات آیدا میومده بالا و اینطوری میگفته اینو بیار پایین سایه میافته، میومده میگفته که بچه‌ها به نظر شما دختری که میاد میشینه پیش ما میگه مامی و ددی بعد میره با یاشار رل میزنه آیا هیت نمیگیره؟ یعنی خیلی علاقه من بود که میاد هیت بگیره راستشو بگم و تبریک میگم از همینجا به شما آیدا جان، خیلی با سیاستی کارت درست نمی‌کنی. بچه‌ها هیت برای من اهمیتی نداره. حرفی که باید زده بشه من میزنم. خیلی ها میترسن حرف نمیزنن، من میزنم. باید زده بشه، باید گفته بشه. این چفت و بست نداره. خیلی ها از این میترسن، من نمیترسم. یاسمن تو استوریای دیگه‌ش هم به این اشاره میکنه که آیدا هم یاشار و هم کیمیا رو با هم آنفالو کرده. اما نازنین هم بعد از پخش فینال اول عشق ابدی در توضیح اتفاقات پشت صحنه و رفتار زشت جاوید میگه که اون قبل ضبط تو جمع به من گفت روسپی خیابونی و همین شروع دعوای من و فرناز هم بود. Le Chevrolet Equinox est plus qu'un VUS. C'est votre zone de confort. Vous êtes arrivé. Votre surprise. نازنین این رو هم میگه که جاوید بهش گفته مایو بپوش بیا تو استخر تا سنگامونو وا بکنیم و وقتی این کار رو نکرده همه رو بر علیهش جمع کرده. دوستان لازم دونستم برخلاف میلم بیام یک سری حقایقی رو براتون روشن کنم، به خاطر اینکه سوال خیلی از عزیزان هستش راجع به دعوای اون شب قبل فینال اول. بچه‌ها گرفتن رو من و این اتفاق چطوری افتاد من کاملتر توی ویدیوی جدید یوتیوبم براتون توضیح دادم. اون شب بعد دور همی دور آتیشگاه یه کات دادم و ما لباسامون رو عوض کردیم و بعد دیدید که یه چکیم کوتاه داشتیم و من حالم خوب بود و اوکی بودم و داشتم تو آشپزخونه کار می‌کردم و فرناز داشت با مهیار حرف می‌زد و تمام، یعنی من با کسی کاری نداشتم. بعد از اون وقتی که کات دادن یه قسمتی بود که فکر می‌کنم بچه‌ها استوریش هم براتون گذاشتن که همه نشستیم جلو اسموک روم، نشستن دور هم روی صندلی لبه باغچه و دارن میگن میخندن و جا نیست من بشینم و من تنهایی ایستادم و دارم سیگار میکشم و بچه‌ها ویدیو میگیرن، میگم از منم ویدیو بگیرید برام بعدم بفرستید. بعد از اون جاوید اونجایی که نشسته بود پا شد که بره و بعد از اینکه جاوید پا شد من رفتم جای جاوید بشینم و همین که من اومدم نشستم جاوید یهو برگشت جلو همه بچه‌ها به من گفت
ببخشید خیلی معذرت میخوام از به من گفت روسپی خیابونی خجالت نمیکشی صندلی من بلند شو واسه چی میشینی و این صحبت ها و جلوی همین اتفاق افتاد و هیچ کس بهش هیچی نگفت و از من دفاع نکرد. تو همون حال من عصبی شدم و برگشتم بهش گفتم دست از سر من بردار برو پیش دوست دخترت و فرناز اون لحظه اونجا نبود و چند تا از بچه‌ها بودیم همونایی که تو خود استوری بچه‌ها هم دیدید، حالا میتونم بعدا براتون بذارم، من خودم اون شب ویدیو نگرفتم. برگشتم گفتم برو پیش دوست دخترت. گفت دوست دخترم کیه؟ گفتم برو پیش دوست دخترت دیگه، اسمشو نمیدونم چون فرناز جان تازه به جرم ما اضافه شده بودن. و گفتم که به قول سجاد برو پیش همونی که شبیه خواهر مایکل جکسونه، برو دست از سر من بردار، سر یه صندلی به من اهانت نکن. و وقتی اینو گفتم بچه‌ها همه خندیدن و گذشت و بعدترش نگو از توی اون جمع یه اسمیچ یه خبرچین میره اینو میذاره واسه به هم زدن رابطه من و فرناز کف دست فرناز و فرناز رو هم با خودشون هم جهت میکنن که نازنین داشت قیافه تو رو مسخره میکرد در صورتی که اصلا نگفته بودن اصل اتفاق چیه. و این حرف سرجیو به اسم من تموم شد و گفتن نازنین این حرفو زده در صورتی که سجاد 100% این حرفو زده بود. حالا همه این اتفاق داره بعد از این اتفاق میفته که جاوید اومد رفت تو استف و شنا کرد و منو صدا کرد که بغل استف بودم و بهم گفتش که برو مایاتو بپوش بیا تو استف و هم سنگامون رو وا بکنیم و من بهش گفتم من دیگه به تو اعتماد ندارم، تو شخصیتی داری که اگه من الان باز بیام تو استف خط سر منو زیر آب میکنی، تو خیلی خطرناکی و دورویی. و جاوید به من گفت مطمئنی؟ گفتم آره و برگشت گفتش که پس من بعد فینال با شما صحبت میکنم و جلوی چشمای خودم از استف در اومد و رفت به بقیه شرکت کننده ها گفت فردا اجماع میکنیم برای اکثریت این خانم از اینجا میدیم بره بیرون. نازنین در ادامه استوریاش درباره معین و فردین هم صحبت میکنه و میگه فردین به سمتش خیز برداشته و تو صورتش داد و بیداد کرده. نازنین خطاب به فردین میگه تو همونی نبودی که به موی مادرت قسم خوردی که جاوید بیرون از اینجا یکیو داره؟ حالا از این طرف فرناز بالاست و من اصلا خبر ندارم داره گریه میکنه. از این طرف یهو من و جاوید با هم بحثمون میشه، یعنی من واقعا دیگه رد میدم و به جاوید میگم هر حرفی خواستی پشت سرم زدی و دست از سر من بردار. و از اون طرف موین میاد وسط کارو شروع میکنه، نمیدونم شاید قصدش آروم کردن بود ولی از اونجایی که از ماجراها اصلا خبر نداشت حرفایی زد که من ناراحت شدم از دستش، به خاطر اینکه شمایی که از ماجرا خبر نداری تازه به جمعمون ملحق شدی واسه چی داری راجع به ماجرایی که ندیدی و نمیدونی نظر میدی و طرف هم میگیری و طرف همجنست که پسره رو میگیری، یعنی دو تا پسر 30 خورده ساله بر علیه من شدید و شما اصلا از ماجرا خبر نداری و همینطوری ندید و نشناخته رفتی تو تیم اینا. منم چون اونجا نمیتونستیم ببخشید فوش بدیم برگشتم گفتم که ما توی انگلیسی ضرب المثلی داریم میگیم که get your nose out of my business، یعنی اینکه دماغتو از کار من بکش بیرون. منم برگشتم به موین جان گفتم که ببخشید قشنگ نبود واقعا هم شرمندم ولی تو اون حالت عصبانیت گفتم شما دماغ گنده‌تو از مسئله که بهت مربوط نیست بکش بیرون برادر من. و این احتمالاً این مسئله چون عنوان شد خب بالاخره باعث ناراحتی برخی از دوستان شد. از اون طرف یهو فردین با داد و بیداد و با یه حالت خیلی زننده و با یه حالت ترسناکی بودو اومد و به سمت من خیز برداشت و اومد توی صورت من، خدا شاهده اومد توی صورت من و برگشت گفت خانوم همه با تو اینجا مشکل دارن، اگر یک نفر با تو مشکل نداشت فلان بسار، هیچکی تو رو اینجا نمیخواد، تو فلانی تو بساری. و توی دعوای دو تا دختر، یعنی من خودم هنوز خبر ندارم فرناز چی شده ولی اگه چیزی هم شده بود اسم خودتو میذاری فردین ولی فردین واقعی مرد واقعی توی مسائل ببخشید خانم ها خاله زنکی خودشو دخالت نمیده. شما اصلا سر پیاز بود یا ته پیاز که از وقتی که وارد ویلا شدی بدون اینکه از ماجراها اصلا خبر داشته باشی هر جا میدیدی یه محفلی هست و دارن پشت سر من حرف میزدن میرفتی بدون اینکه بدونی چه خبره، شما هم بهشون جوین میشدی و ملحق میشدی میگفتی آره این خانم فلان بیساره جایی باشه من نمیرم فلان که ویدیوهاش هم موجوده. چقدر ببین پشت دوربین راجبم حرف زدی. زمانی که جاوید با من تموم کرد یعنی ما رابطمون به سرانجام نرسید شما نبودی که همین الان میری به دروغ مثل ببخشید بلا نسبت مثل نقل و نبات داری موی مادرتو قسم میخوری. شما همونی نیستی که اومدی به من گفتی که جاوید به موی مادرم قسم جاوید اونجا بیرون از برنامه کسیو داره و اصلا پسرای اینجا هیچ کدوم به درد رابطه نمیخورن. اجازه نده دهن من باز شو بگم. شما همونی نیستی که قبل پخش برنامه زنگ می‌زدی. شما همونی نیستی که دقیقاً روز حذفت یعنی روزی که از برنامه خروج زدی ما با هم آشتی کردیم و شما از من معذرت خواهی کردی و گفتی نازنین خانم من که مردم اگه جای تو بودم اون مسائلی که برای تو اتفاق افتاد اگه برای من اتفاق افتاده بود اونجا رو به آتیش می‌کشیدم و فلان و بیسار. شما نبودی که قبل پخش برنامه به من زنگ می‌زدی میگفتی به موی مادرم قسم پای غیرت و ناموس زن ایرانی وسطه و من به حرمت برادر و پدر شما حق شما رو میگیرم. واقعا آدم میمونه چی بگه به حزب باد بودن بعضی افراد. دوستان گول ویترین بعضی افرادو نخورید که برای خودشون یه شخصیت و پرسونالیتی طراحی کردن و میخوان خودشون رو اون به شما جلوه بدن. ایشون من نمیدونم مشکلش چیه، حزب باد یا اینکه رأی ممتنع داره و به راحتی نظرش همش عوض میشه، چون ایشون استوری گذاشتن و شب پخش اپیزود 18 برنامه از من معذرت خواهی کردن
و حالا اگه معذرت خواهی هم نبود حقو به من دادن. فرداش با یه مود و فاز دیگه بلند شدم و کاملا عوض شده بودن، یعنی به تیم کفدارها جوین دادن و الانم خیلی واضح دارن توی زمین اونا بازی میکنن. کسی که میره با کسی که داره کاملا جهتگیری شده، اسپویل جهتگیری شده و غلط به بینندگان برنامه میده، کسی که میره با این آدم مصاحبه میکنه که دکون باز کرده و از اسم چند تا خانمی مثل من داره سوء استفاده میکنه ویو بگیره، با اینکه یک مرد میان ساله و بعد بره کار کنه، به جای این نشسته توی خونه پشت دوربین و میکروفون داره از اسم چند تا خانم ببخشید با خاله زنک بازی پول در میاره. شما اگه رفتی با این مصاحبه کنی مثلا خودتو سفید کنی، فکر میکنی الان چی به مردم ثابت کردی؟ اتفاقا الان خیلی ها دارن به من دایرکت میدن و خیلی ها دارن حقیقتشو متوجه میشن. نازنین تو استوریای آخرش درباره پیشنهاد فردین بهش داخل برنامه هم صحبت میکنه و از معین و فردین به خاطر توهیناش عذرخواهی میکنه. یه مسئله دیگه هم راجع به پیشنهاد فردین بگم اینه که فردین از طریق احسان رو واسطه کرد و خودش هم توی جمع بود وقتی که احسان همچین چیزا رو مطرح کرد، ولی الان که داره زمان میگذره من فکر میکنم متوجه شدم که احتمالاً اینها برای دست انداختن من همچین چیزی رو مطرح کردن که الانم گردن نمیگیرن. شکنجه‌های روحی روانی و بازی‌های روانی که این آقا جاوید و تیمش برای من ایجاد کردن، مانیپیولیشن ها، گس لایتینگ و طوری که همه رو بر علیه من کردن و همه رو با خودشون برای حذف من و نه تنها حذف من بلکه نابودی من به خاطر طوری که داشتن با اعصاب و روان من بازی می‌کردن انجام شد، اینها بود که داشت منو به گریه مینداخت روز فینال. من به خاطر جاوید گریه نمی‌کردم، من به خاطر وضعیتی که توش بودم و اینکه اتفاقاتی که برام افتاده بود و میگفتم و کسی باور نمی‌کرد، من به خاطر اینها گریه می‌کردم. بچه‌ها حالا جلوتر که بره خیلی چیزا رو خواهید فهمید. فقط خواستم اینا رو برای خیلی‌ها شفاف سازی کنم چون متأسفانه این آدم‌ها دارن بدجور هنوز هم مثل تایم خود ویلا بدجور دارن سعی می‌کنن که این دسیسه‌شون رو ادامه بدن. و بچه‌ها اجازه بدید بهتون بگم من تنها کسی نیستم که تا آخر این فصل این کفتارها سعی می‌کنن همچین بلایی رو سرش بیارن. یه چیز دیگه که لازم دونستم بگم اینه که من به هیچ کس اونجا فوش خار مادر ندادم، همش دروغه و من ظاهر هیچ کسی رو مسخره نکردم، اونم همش دروغه و اگه چیزی از دهن من بیرون اومده توی دعوا و توی عصبانیت بیرون اومده و به قصد تمسخر و خنده و شوخی نبوده. من اصلا همچین شخصیتی ندارم و من همینجا جلوی همتون به خاطر این الفاظ زشت رکیک همستر و کلاغ زاب و اینا ازتون معذرت خواهی میکنم. نظر شما درباره این حواشی چیه؟ برامون کامنت کنید. در آخر مرسی که تا آخرین پستم همراه من بودین. لطفاً با